و این وینی که براش اکلیلی میرینین از ویوهای شما داره سوء استفاده. آخه هم دکتر رو گفتی هم مهندس رو. آخه ریدم به اون سر دکترای نفت. آقا نفت دارن ماشین برقی میسازن جمع شد. رضا منو به چالش انداختی برای سنه. از پسرای چالنجی خوشم میاد. سلام رفقا، به کانال ایران حواشی خیلی خوش اومدین. امروز هم با اخبار و حواشی‌های اخیر در خدمت شماییم. هیت شدید مردم به وینی که باعث شد توییترشو پاک بکنه و واکنش وینی به این قضیه. امروز اومدیم این قضیه رو دنبال کنیم. پس لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب ازمون حمایت کنید. راستی زنگوله رو یادت نره بزنی تا اولین نفر از اخبار و حواشی‌ها با خبر بشی. اگه یوتیوبری یا تازه یوتیوب شروع کردی و نمیدونی با چه شرکتی قرارداد ببندی، تیم ما باید پیشنهاد میکنه با اندروپی کار کنی، چون معتبرترین شرکت در حوزه یوتیوب و کل یوتیوبر خفن باهاشون کار میکنه و میتونی درآمد کانال تو با کارمزد کم نقد کنی و دیگه درصد بالایی بابت مالیات و انتقال درآمد به کسی پرداخت نکنی. راستی اندروپی فقط درآمد نقد نمیکنه، هم میتونه بهت مشاوره بده، هم میتونه پروموتت کنه و هم به نتورک وصلت کنه و کلی چیزای دیگه. اطلاعات کامل توی دیسکریپشن هست و این فرصت رو از دست نده. دیت ناشناس چیزیه که این روزا خیلی ترند شده و همه مردم توی یوتیوب و اینستاگرام و مخصوصا توییتر دارن راجبش حرف میزنن. بلایند دیت خیلی وقته که توی یوتیوب انگلیسی هستش و حالا وینی این کانتنت رو وارد یوتیوب فارسی کرده و واقعا ترکونده. برای مثال الان که این ویدیو داره ساخته میشه قسمت اولش 1,300,000 بازدید داره، قسمت دومش 1,300,000 بازدید داره، قسمت سومش که رسما ترکونده و 2,200,000 بازدید داره و قسمت ویژه 1,700,000 بازدید داره که همینطور داره بیشتر و بیشتر میشه. جالبه بدونید که رکورددار بیشترین ویو در 24 ساعت یوتیوب فارسی همین دیت ناشناسی هستش که وینی ساخته. رکورد قبلا دست امیر تتلو بود که با سحر قریشی لایو میذاره و تو 2 روز به 1,000,000 بازدید میرسه. شاید براتون جالب باشه دیت ناشناس فقط برای وینی ویو آور نبوده، بلکه خیلی از یوتیوبرها به این ویدیوهای وینی ریاکشن میرن و نظرشونو میگن یا حتی رستش میکنن و ویدیوی فان میسازن. انصافا ویو خوبی هم میگیرن. این سیبیل میره رو مخ من، نمیدونم چرا دختر انقدر روی کراش زدن. اصلا نگاه کن خیلی سیبیل، مقدار کرینج این سیبیل منو اذیت میکنه. Hey guys, it's Vinny and you're watching his YouTube channel. بریم جلو. خانم شروع کن. خانم رو بلکن. تحصیلات هم بگم، بعد کارم هم بگم یا بس همینه؟ اول تحصیلاتو بگو بعد کار. بذار یه دقیقه بریم ببینیم اینستاش چقدر رشد کرده. نه خیلی رشد کرده. بعد میاد سیکس پک میکس پکش هم میبینی بدبخت میشیم. ولکن بابا همش بیناموس داره توی جیم اینجوری رفت. حالا ببین شغلش رو، ببین تحصیلاتشو چی میگه آخه. اصلا این نه من آخه این تحصیلات داریم مثلا اینو. حرفه کاری و تحصیلاتون هم من دکترای مهندسی نفت دارم. من پروفسور. آخه هم دکتر رو گفتی هم مهندس رو. آخه ریدم به اون سر دکترای نفت. آقا نفت دارن ماشین برقی میسازن جمع شده 2 سال دیگه میره، تو تازه رفتی آخه اجازه بده ازت نپذیرم دخترای عزیز مملکت من. این نیست مرد ایدئال. مرد ایدئال اون کچل مثل مهران رجبی. سام محمد هستم. سنم بگم خانم محترم؟ ازت خوشم اومد. 20 سالمه. جون. سلام، رضا، متولد سال 1377. با این رضا منو به چالش انداختی برای سنه. از پسرای چالنجی خوشم میاد. علی سوری هستم، یوتیوبر. من شنیدم ادیتوری ولی عالی بود. نمیشناسم، ما از صدات معلومه. من یه مدت ادیتور بودم، الان هستم. ادیتور کی بودی بگو؟ یه تایمی هم ادیتور پرشن روز بودیم. از وقتی که ولش کردم چنلش افت کرد. بذارید مصاحبه سریع باشه. تو یک ادیتوری بده نفر بعدی. شما خودتون معرفی نمی‌کنید؟ سلام، من اینستاگرام زیاد راجع به خودم اکسپلین نمی‌کنم بیکاز میخوام ببینم که شما بر حسب تایپ شخصیتیم چجوری میتونید با من آشنا. کی فکرشو میکرد یه ویدیو توی یوتیوب فارسی در کمتر از 1 روز 1,000,000 ویو بخوره؟ 3 سال پیش این اتفاق مثل این بود که بگی رضا کریتوس قراره بیاد توی فورتنایت، اما چرخ روزگار جوری چرخید که هر دوتا اتفاق بالا اتفاق افتاد. بلایندتی که وینی وید ساخته رکورد ویو یوتیوب فارسی رو زده. من الان خوشحالم چون مخاطبای جدید داره وارد یوتیوب میشه. من الان توی دهکده خودم نشستم، جایی که بچهای خودم دارن توش زندگی میکنم و شهر روبروی میبینم که میلیون
میلیون‌ها نفر جدید اومدن. پس ما چی کار میکنیم؟ ما به عنوان دهکده زیبا ما اینجا ازشون پذیرایی میکنیم. پس ازتون دعوت میکنم که بیاید توی دهکده رضا. اینجا نوشیدنی های کنایه به همراه غذاهایی که هیچ جای دیگه ای نمیتونید پیدا کنید وجود داره. یک باغ وحش داریم که توش حیوونا زندگی میکنن، راجبشون حرف میزنیم و کلی سرگرمی های متنوعی که در دهکده رضا وجود داره. متولد چه ماهی هستی؟ آذر ماه. آها من نیستم، من تو دیت نیستم. شهریور. یعنی چی؟ شهریور؟ جدی؟ آها جفتشون. ویژگی شهریور ماهی رو بهم میگید؟ آدمن، دست و پا دارن، چشم و دم. ببین چند شهریوریم. اوه مهمه دوستان. روزش هم بگم چند شهریور؟ 8 شهریور. من 7 شهریور. چقدر نزدیک بچه‌ها. ببین یه ذره زود رنجن، زود دلخور میشن. با این کسچرای رندوم راجع به ماها. زود رنجن، نمیدونم خوش تیپن. چه کسچرایی. ولی کلا آدمای مهربونی ان. و تو بیان احساساتشون یه ذره مشکل دارن، یعنی کلامی نمیتونن بگن. وای آجی این چیزا رو دخترها قبول اعتقاد داشته باشن برای من قابل درکه، ولی مرد اعتقاد داشته باشه برای من خیلی قابل درک نیست. تا همینجا ویدیو گل بلبل بود، اما از اینجا به بعد هیت سنگین بچه‌های زیبای توییتر کارو خراب میکنه. خیلی رک و بی پرده بگم دیگه. برای مثال خیلی‌ها میگن که اوبیه، یا میگن این ویویی که میگیره حقش نیست، یا میگن کانتنت وینی اسکیه. همونطور که اول ویدیو اشاره کردم این کانتنت از یوتیوب انگلیسی ایده گرفته. بریم دوتا از این توییت ها رو بخونیم. این دیت ناشناس که تازه باب شده به شدت گیری و چندشه. 2 قسمت دیدم حالم به هم خورد و این وینی که براش اکلیلی میرینین از ویوهای شما داره سوء استفاده میکنه. ولی من نتونستم تشخیص بدم تو دختری یا پسر. و خیلی توییت های توهین‌آمیز دیگه که باعث شد وینی کل توییتاشو از توییتر پاک کنه و توییتر رو کلاً بذاره کنار. وینی راجع به این توییتا و هیتایی که بهش میشد اینطوری واکنش نشون میده و میگه که هممون میدونیم که یه مشکلاتی کلا تو زندگیمون پیش میاد که واقعا یه حال ادامه دادن نداریم. ولی خب بعضی از چیزایی که میبینیم، کانتنت هایی که میبینیم، فیلمی، سریالی، چیزی که فقط حالتون رو اون لحظه خوب بکنه و من دارم این کانتنت رو تولید میکنم که کلا دور محور اینترتینینگ و سرگرمی میچرخه. امیدوارم بتونم توضیح بدم بدون که چی دارم میگم، ولی خب محتوایی نیستش که بگیم خیلی روش مانور بدیم که محتوای زردیه چیزیه. فقط ما دور هم جمع شدیم میخوایم یه ذره حال خوب داشته باشیم، همین، فقط همین.